این گوشت شخ کرده مخلوط گوساله گوسفند رو خریدم 150,000 تومان. 4 تا پیاز گرفتم 10,000 تومان. 3 تاشو رنده میکنم، یکیشو نگه میدارم. پیاز رنده شدم. ترکیب ادویه‌ام تو کپشن واسط نوشتم. در اومد 2,000 تومان. اینم نمک. آن دیگه ترکیبش میکنم. نیم ساعتم بذار داخل فریزر بمونه. این 3 تا گوجه‌ام گرفتم 8,000 تومان. بذار خوب کبابی بشه این گوجه ها. اینم از اون یه دونه پیازی که نگه داشتیم. اینم اندازه 2,000 تومان جعفر. یه پیاله سس مایونز در اومد 5,000 تومان. یه قاشق هم آب لیمو بهش اضافه می‌کنیم. نمک. پوست گوجه رو بگیر. اینم یه قاشق کره در اومد 2,000 تومان. چه ساندویچی میخوام بزنم. 8 تا دونه نون لواشم خریدم 4,000 تومان. کره. اینم گوجه‌مه. خودم آبیشن خشک بهش اضافه کنم. کره و گوجه. اینم پیاز جعفری. اینم کبابو. این 4 پرس لقمه در اومد 185,000 تومان که یه پرسش دقیقاً در میاد 46,000. من با 100 سروش کنم اونم با این کیفیت با 100 در میاد 480,000 تومان. درست کن حالشو ببر.